خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. حاصل رنج 30 ساله. از سال 1967 به نوشتن تحقیقات نو در احوال و آثار احمد دانش شروع کردم. هدف نهایی آن بود که این تحقیقات را به سان رساله دکتری به دفاع پیشنهاد کنم. تمام سال 1967 و اول 68 تا ماه اپریل به نوشتن همین اثر علمی گذشت. اثر را 2 نسخه برای بررسی و مطرح دانشمندان انستیتوت شرقشناسی مسکو آماده کردم. آخر ماه می با اهل عائله به مسکو رفتیم و در خانه دوستم محمد نوری عثمانوف اقامت گزیدیم. تابستان سال 1968 در مسکو خیلی خوب آمد. من و همسرم با فرزندان بیگاهی ها بعد از کار در باغ و مغزاری سبز و خوشهوای لنینسکیگاری گردش می کردیم. گاهی امکان پیدا کرده به داخل دانشگاه راه یافته به فرنگیس 11 ساله و فریدون 9 ساله جایهای تحصیل مادرشان را نشان می دادیم. گاه در خیابان و گلگشت و فواره های زیبای اطراف سفارتخانه چین تفرج می نمودیم. در مسکو رساله را تحریر و تصحیح آخرین برآورده به محاکمه آماده کردم. آخر ماه ایون با اشتراک زیاده از 25 نفر دانشمندان شعبه ادبیات محاکمه رساله برپا شد. خیلی به تفصیل و با حسن توجه قریب 4 ساعت بررسی کردند و به یک رأی موافقت کردند که منگرفی بنده به نام احمد دانش و ادبیات معارف پروری تاجیک برای دفاع به شورای علمی انستیتوت شرقشناسی پیشنهاد شود. بعد از این باز 2 ماه در مسکو با تحریر و تکمیل رساله و تألیف افتر فرد مشغول شده همه را به دستگاه مدیریت انستیتوت سپاریده و دوشنبه بازگشتم و منتظر آن بودم که روزی برگزاری شورای علمی معین گردد و من برای دفاع به مسکو روم. مناسبت و دوستی محققان انستیتوت شرقشناسی مسکو با عالمان تاجیک و مؤسسه های علمی تاجیکستان نهایت صمیمی و غمخوارانه بود. چنین رابطه های دوستانه هنوز در زمان زندگی شادروان برتلس وجود داشت. دیرتر چنین مناسبت و علاقه های دوستانه در شخص برگینسکی و دانشمندان نسل ما باز هم مستحکم تر گردید. بعد از به دیرکتور انستیتوت برگزیده شدن بابا جان غفوروف بروی عالم شرق در این بارگاه علوم وسیع‌تر گشاده شد. برای ما تاجیکان انستیتوت دیرکتور آن و محققان ایران شناس دوستان جانی و تکیهگاه معتمد بودند. از چند دانشمندان انستیتوت در صفحات گذشته به قدر توان و امکانم حکایت کردم. اینجا میخواهم باز از شخص خیلی نمایان همین پژوهشگاه، از مرشد جوانان و دوست دیرین تاجیکان کمیساروف چند سخن گویم. دانیل ساموئیلویچ کمیساروف دانشمند رشته ادبیات دوره نوین ایران است، ولی دایره فعالیت و تحقیقات وی وسیع‌تر از تخصصی محدودی اوست. کمیساروف سالهای 1928 30 قرن گذشته در تاجیکستان برای براه ماندن مکتب و معارف جمهوری خدمت کرده است. در اینجا زبان تاجیکی را علاوه به زبان ایرانی معاصر خیلی خوب آموخته به آیین و رسوم مردم خوب آشنایی داشت. از ضیاییان تاجیک و مأموران حزبی و دولتی روس دوستان و همکاران زیاد پیدا کرده تا آخر با آنها در رابطه نزدیک رفیقانه بود. کمیساروف در فاکولته شرقشناسی دانشگاه لنینگراد تحصیل علم و دیرتر تدریس می‌کرد. دوستی نهایت مهربانانه وی با الکساندر بالدروف همانا از همینجا سر شده است.
سالهای 1940-50 در ایران مأموریت دیپلماتی داشت. بعد از این در قطار بسیار دیپلمات‌های خارجی به گمان و گناه‌های نامعلوم محبوس شد. بعد از آزادی از محبس از سال 1954 تا امروز در انستیتوت شرقشناسی اکادمی روسیه به فعالیت علمی مشغول است. حالا 97 سال دارد. کمیسروف از اولی سالهای 60 عصر گذشته زود به دوشنبه می آمد. در فاکولته شرقشناسی دانشگاه از ادبیات نوین ایران درس می گفت. با مؤسسه های علمی اکادمی همکاری می کرد. در جشن و عیدهای جمهوری شرکت می نمود. کمیسروف راجع به ادبیات معارف پروری و معاصر ایران چندین کتاب و مجموعه های پرارزش به چاپ رسانیده است. اما این همه کار و فعالیت وی نه به درجه جانفشانی از حد بیرون چنانچه مثل براگینسکی، بلکه به یک ترتیب و نظام استوار انجام می گرفت. در زندگی و نظام روزگذرانی هم ترتیب ساعت و فراغت را رعایت می نمود. در محفل و صحبت معرکه آرا و خوشگفتار است. از هر گوشه و موضوع نقل‌های مرغوب می نمود، اما از سالهای فعالیت دیپلماتی و روزگار سیاه محبوسیش نشنیدم که حرفی زده باشد. تیر ماه سال 2003 در مسکو بودم. میخواستم به دیدارش رسم ولی گرفتاری های دیگر مانع شد. با تلفن صحبت کردم. خیال کردم از ملاقات آخرین ما نه 15 سال بلکه 1 یا 2 سال گذشته است. پیرمردی 96 ساله مثل سالهای پیش با آوازی بردم و نالرزان صحبت می کرد. آثار پیری از دور احساس نمی شد. ماه دکبر برای اشتراک در مجلس شورای تنقیح اتفاق نویسندگان SSSR به مسکو دعوت کردند. بعد از تمام شدن مجلس به نزد باباجان غفوروف رفتم. خیلی خوش قبول کرد. گفت که روز دفاع به 16 ژانویه سال 69 تعیین شده است. شورای علمی با سروری خود وی برپا می گردد. دیگر باباجان غفوروف درباره احمدی دانش و مقام بزرگ وی در تاریخ تاجیکان سخن کرد. من خرسندم که به شرافت رساله دکتری شما درباره احمدی دانش اثری مکمل تالیف کردید. لیکن این اولی کار است. احمدی دانش را درستتر، عمیق‌تر و از پهلوهای گوناگون آموختن لازم است. عینی به اساس این شخص را در عصر سرد و تاریک بخارا به ستاره تابان تشبیه نکرده است. این شخص افتخار تاریخ مدنیت ماست. از این سبب شما بعد از دفاع هم آموختن دانش را دوام دهید. دیگران هم باید به شما همراه شوند. 13 ژانویه سال 1969 با بشیرخان به مسکو آمدیم. از مهمانخانه تاجیکستان در کوچه شوستف، حالا سفارتخانه ما در روسیه، جای گرفتیم. همان روز بیگاهی علاءالدین بهاءالدینوف نیز رسیده آمد. 16 ژانویه در شورای علمی انستیتوت شرقشناسی دفاع رساله دکتریم برپا گردید. رسا 15 سال پیش در همین تالار رساله نامزدی دفاع کرده بودم. در طول 15 سال همانا دلیر و ناترس شدم که این دفعه در دل ترس و بیم و اضطراب نبود. همگی خوب گذشت. بعد از پذیرایی دوستانه در حضور باباجان غفوروف در یکی از تالارهای رستوران خانه ادیبان CDL در ضیافت آراسته این جانب جمع شدیم. تا نیم شب خرسندی و مینوشی و سرودخوانی کردیم. با همین به زحمت و مهنت چند ساله تمت بالخیر گذاشتیم.